قطره علم است کاندر جان من، وارهانش و از هوا و از خاک تن. مولانا در برابر دیگر عارفان شاعر که در رشد و نموی تمدن فارسی زبانان نقش مهم گذاشته‌اند، آثار گرانمایه به امروز و فردای جامعه بشری باقی گذاشته است. مولانا در برابر ایجاد مثنوی، دیوان شمس تبریزی، فیه ما فیه، مکتوبات خود به انسانها پیام مهر و محبت، پیام اتحاد و اتفاق را باز گذاشته است و به اندیشه مولانا محض خوبی ها را به خود جذب میکنند. جان گرگان و سگان از هم جداست، متفق جانهای شیران خداست. گفتن مولانا از این چی شهادت میدهد. مولانا خویشتن شناسی را یکی از عامل‌های رشد ملت و تمدن میشمارد. برایمون در مثنوی چنان که میفرمایند آدمی از خودشناسی شد تمام، نیست مردی بی ادب صاحب مقام. از ادب پر نور گشت است این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. کتاب مثنوی با زبان‌های گوناگون عالم ترجمه شده است و یکی از سبب‌های شهرت مولانا و عالمگیر شدن شخصیت و میراث او نیز از آن عبارت است که مولانا یک شخصیت جامعه ساز است. آثار و اندیشه‌اش در پرتو تمدن و فرهنگ گذشته ما صورت گرفته است. چنانچه مولانا جامی میگویند مثنوی معنوی مولوی است قرآن در زبان پهلوی، و خودی مولانا هم میگویند که مثنوی ما چو قرآن مدل، خادی بعضی و بعضی را مزل. مولانا عقل را در وجود انسان حاکم ایمان دانسته است. اگر عقل انسان در اساس عقل کامل، عقل کل اگر به مرتبه کمال رسیده باشد و همه وقت نفس از شهامت و از جذبه این عقل در ترس و در هراس است. عقل در تن حاکم ایمان بود که زبیمش نفس در زندان بود. به اندیشه مولانا اگر علم هایی که به خاطر کمالات انسان، به خاطر رشد معرفت انسان، به خاطر ساختن خود انسان، برای خویشتن شناسی خود انسان و دیگران روانه شود، این علم نتیجهش نتیجه کمالات است. و اگر این علم فقط به خاطر نفس انسان باشد و میتواند انسان از راه بیراه کند، میتواند انسان به بدبختی ها کشد. علم اگر بر تن زند بار شود، علم اگر بر جان زند حال شود. مولانا به ما انسان ها مراجعت میکند که هر کسی که اگر با گمان های خود، با همون فهم و درک و ظرفیت خود به کلام من، به گفتار من توجه کند و شخصیت مرا نخواهد شناخت. برای آنکه مولانا را ما شناسیم باید زمینی اندیشی مولانا را ما بیاموزیم. هر کسی که از ظن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من.
همگان معلوم است که مثنوی مولانا در حاشیه تمدن و فرهنگ گذشته ما از جمله در حاشیه آیات قرآن و احادیث نبوی ایجاد شده است. از جمله شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. این مصری اولی مولانا اشاره به همون آیت قرآن است که مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم و از نعمت‌های من یاد کنید تا من به شما نعمت‌هایم را عطا فرمایم. مولانا میگوید که این ادب است که انسان‌ها به مرتبه کمال میرسند و ادب است که انسانیت به کمال معرفت میرسد. معصومی و پاکیزگی ملک هم به سبب همین ادب و اخلاق حمیده است. شخصی که بی ادب است نه تنها وجود خود را مبتلای مشکلات میگرداند، بلکه وی میتواند که با اخلاق زشت خودش جامعه ها را برباد دهد. از ادب پر نور گشت است این فلک و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفازد. محبت یک وسیله است که وی میتواند تاریکی ها را به روشنی مبدل سازد، ظلمات را ناگواری ها را به خوشنودی مبدل سازد. عظمت و جذبه محبت به آن حد است که وی میتواند حتی یک مخلوق وحشی را به اصلاح آورد. و این محبت هم نتیجه دانش است. اگر انسان صاحب دانش نباشد، صاحب معرفت نباشد، وی هیچگاه به مقام محبت نائل شدنش ممکن نیست. از محبت نور می شود، از محبت نور می شود. این محبت هم نتیجه دانش است که گزافه بر چنین تخته نشست. همزبانی برای به کمال رسیدن این یا آن تمدن کافی نیست. در برابر همزبان بودن باید همدل بود. همزبانی را بباید همدلی، نیست علمی به عمل جز جاهلی. همدلی از همزبانی خوشتر است، عشق را خود 100 زبان دیگر است. اگر انسان صدها سخنها را آموخته باشد، اگر فعلی نکو نداشته باشد، کرداری نکو داشته باشد، این برای او منفعتی هم داده نمیتواند. 100 سخن آموختی معنیش کو، معنی فعلی نکو قولی نکو. ای زبان هم درد بی درمان توی، ای زبان هم گنج بی پایان توی. درد نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. ای قومی به هجر رفته کجایی، معشوق همین جاست، بیایی